من به طور کلی فکر میکنم که گروه کثیری با غرض یا بی غرض برای اینکه درن پادشاه رو و احیانا رضا رو بزرگ، حالا پادشاه که رفته دیگه، بزرگ میکنن و تغییر میکنن برای اینکه ایشونو بکشونن تو صحنه، همه چیزو دارن از هم میزنن و دارن از میبرن و اصولا کارکرد یک حکومت رو دارن از دست میدن. یعنی اصلا الان کسی به فکر این کشور نمیگه که تو 90 میلیون جمعیتی که هست، این همه آدم باسوادی که هستن، اینا درس خوندن، چه شدن به آدمای گنده مثل دکتر مصدق و بقیه تو آستین همه بوده. خب چطور این وسط فکر میکنیم که میشه دوباره مملکت رو داد دست کسی مثلا به رضا پهلوی؟ و رضا پهلوی که به حال درس نخونده، که میخواید به چه ترتیب یه کسی رو درست کنید، بعدم یه سرش هم تو با طرف یهودیت باشه و بنابراین یک دونه جریان درست کنید بگین یک حکومت ساختی و بهشت جهان. بهشت جهان نیست والله، یه هم چیزی بهشت جهان نمیشه. ما مخالفیم با جمهوری اسلامی، ولی با این هم بهشت جهان نمیشه ساخت.